سلام بیننده ارجمند، از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من عبدالله اشرف شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 3 اکتبر است. توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. حامی حقوق مهاجران کرامت شریپوف ضمن جلسه سران اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه از ولادیمیر پوتین کمک خواسته است. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است، از ولادیمیر پوتین در حل قضیه‌اش کمک خواسته است. او هفته گذشته در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نامه شکایتی خود را به سرگئی لبدف، رهبر اجرایی این اتحاد سپرده، از او خواسته است عرضش را به پوتین رساند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه با کرامت شریپوف هم صحبت شده، از او پرسید در نامه شکایتیش از ولادیمیر پوتین چه خواسته است. من یگانه خواستم از آن که چون چیزی که من نوشتم، اون چیزی که مراجعت کردم، اون چیزی که در سودای روسیه پایمال شدن، سودای روسیه خریده شدن، من میخوام با یاردم شما با پوتین رسانم، با پرزیدنت روسیه رسانم. این چی به صاحبی، این چی به قدرتی انسان است. چون که من هیچ وقت شهروندی تاجیکستان هم نبودم و دو شهروندی هم من هم نداشتم. چرا این کار را کردید؟ شما در همین عریضه مشخص نویسید که از طریق لبدف و پوتین رسانده؟ البته هست، من با شما میسپارم، این هست البته که با پوتین رسانده شود. همین در این عریضه هست، در این عریضه در عریضه دیگر من پیش از این پیشنهاد بود با دیگر ساحهای دولتی که ما با پوتین، حتی با وزیر مدافع با شایگو از نام دیگر شخص من نوشتگم. حتی اگر فامیلی کرامت شود در آنجا پرفته می شود در قسمت بالا از دیگر شخص به نام یک زن نوشته. وقتی شما مکتوب رو میکشید آنجا کرامت شریف است، در قسمت بالای کرامت شریف نیست، در آنجا یک مستوره محمدیه. چون این از مکتوب خدا دستگیر شود با آنها. درست است، تشکر. حاضر مسئله بحثتون در سودها در چی وضع؟ سودایی که امروز در روسیه هستند، یک سود به ورخوان بالا رفت، حتی نظر هم ننمودن، نقشودن و به اعتبار هم نگرفتن، موندن که دپارتاسیون کرامت شریف درست است. دویمش که این سودایی که در تاجیکستان 5 سود شد. یک سود در حالت بودن گذشت زیاده از 3 ماه گذشت در سود سامانی از قسم پایانی و پیش از این فیض آباد بود، دیگر جهان بودن که اونا با اونها تکلیف. عاقبت آمده به سود شهری رسید، دیده برآمدنیان بعدتر نظر نشه، بعد عاقبت گرداندن اونا با رئیس سود، چون که ورخوان سود از ما قبول کرد. امروز همه هست دلیلا ما با ورخوان سود رفته ایستادیم و میسپاریم. یعنی همشون تا دادگاه عالی رد کردن. رد کردن. و چرا مهلتش درست کردن؟ با ما اینکه مهلت درست کردن این فکرم ترس است. بینندگان ارجمند، شکل پوره مصاحبه با کرامت شریپوف در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. با تماشای آن شما به همه سوالهایتان که به عنوان رادیو آزادی در رابطه با قضیه کرامت شریپوف فرستاده بودید می توانید پاسخ بگیرید.